بکس، خوش اومدید به کانال راکت آربی. امروز قراره یه ویدیو چالشی داشته باشیم همراه با مجازات. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم کوچیک شما هم خیلی طرفدارا به خاطر من تا دارن سابسکرایب میکنن حتما، کانال بله درسته. اگه من نبودم کسی سابسکرایب نمیکرد. دقیقاً. بنویسید تو کامنت ها، هم الان بنویسید بهش از همین بفهمونید. الان میخواین داستان رو شروع کنی ها؟ مجازات که تو مجازات میشی. بریم حتما. برای ادامه ویدیو. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب چالش از این قراره که ما قراره حدس بزنیم سن افراد معروف و این 12 تا آدم معروف اینجاه. قبول نیم بابا، تو اینا رو میرین نگاه میکنین. من فقط عکساشون رو چسبوندم بابا، اسکو. سنشون رو که گلابی تو نمیدونم. میدونی. نه سنش رو خب یکی دیگه باشه گفتم برای من در بیاره و باشه بنویسه زیر اونجای ویدیو. آدم دروغگو. نفر آخرم یه سورپرایز برات دارم که اگه بشناسی باید دکمه‌تو بزنی بری جهنم. این بده. نفر اول که داری میبینی عمو پورنگ، محبوب به دلها، به به به. یه سلطان واقعی. اما یه سیمای واقعی. قوی. خب الان به بچه نظر با... تو نه عمو ببخشید. پورنگ بچه دوست. چند سالشه؟ حالا این سنی که این 20 پیر نمیشه، الان باید حدود 50 اینا 47 سال 50 سال. من نظر میگم که شخصی تو اعلام کن. گفتی بین 40 تا 50. آره 47 سال. بخوای بگی من 63 سال مثلا بهم بر میخوره این 63 سالش باشه. نه اون من که بابا 28 سالمه از این پیرترم بی‌ناموس. من میگم 55 سال بفهم. احتمال داره که چیز باشه. بریم ببینیم که چی به چیه. تولد 50 52 سال. 50 سال نمیشه احمد. 403 ایم دیگه، 404 ایم. خب میشه چند سال؟ 50 با دیگه سال. 52 سال. تو گفتی 47 8 گوزو. بارو بابا من گفتم گرم 50 سا. دیگه، تو گفتی 55. من حداقل به 52 نزدیک‌ترم. گم شو. 55 47 من قبول هم گفته نمی‌کنم. باشی. بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید برو حق تو من از این ظالم اینو بگیرید. بندازیدش بیرون از اینجا آقا. بی وجود حق من ازش برو بگیرید. بیرون از ویدیو آقا، همینجا کات میخوره و ویدیو تمام میشه. نفر بعدی. نفر بعدی سلطان مهراتیده. آقا مهرادیدن. اینجا مثل این بچه شهیدا افتاده، خدا بیامرز. آره عکس زایه. به شهادت رسیده مهرادیدن در سن مرحومه مغفوره. الانشه باید بگیم مثلا چند سالشه دیگه. آره این دیگه، عکسه که نه نیست. 20 سال پیششو بگو. آخه به این عکسه خیلی جوون تره. این بهش میخوره 40 سال تقریبا. منم همینو میخواستم بگم ولی خب من یه سال حالا این ورام برش میکنم که نزدیکتر باشه اگه آره بالاتر. دقلی بازی در نریم. من میگم 41. آفرین. تولد 63 63. 40 سال. قربون بزرگیت برم میلاد. 63 تا 93. ماشین حساب بیارم برات. 41 میشه. 404 ایم اسکل. برو بابا این بچه الان ها تو کامنت ها گم شو بابا این چیزشه. اسکل 404 ایم. خب باشه حساب خب نمی باشه باید ببینید چنده. بچه هم دیگه من که ماهش باید ببینید نمیدونم. ماهش چنده. نه خیر بچه ها این به نفع من میرم منه. اینا رو مینویسم. شما الان 2 روزم یارو به دنیا آمده باشه به نفع منه. نه چون 403 قبول نیست. خب باش اینم یکی یکی به برات. نفع من 404 گفتم. خب داشتم مارگورابی، سلطان قلب‌ها، کراش همه ادوار که من دارم میبینم ازش. کراش همه ادوار شاید 35 نه من میگم بهش نمیخوره 33. بیشتر باشه. این خواهی مالی داره جواب گوزول. میده. خواهی مالی جواب میده. بفرمایید. عباس علی همینه خودی که کلا 2 سال 3 سال فرقش باشه. 40 سالش که نیست. من گفتم 33 دیگه. حالا تولد 69 حساب کن خودت دیگه به من ربطی تا نداره. 99 30 سال. اینم به نفع منه. برو بیرون. 99 30 اونم
4 تا 5 آخه تو چی داری میگی؟ داری میرسی به 35 بکنم 35 تو آفرین. گفتی 35 اگه ویدیو رو میخوای اگه ویدیو اجازه چک کنی بابا این کراش خودمه، این عزیز دل منه. 35 حالا نفر دو به نفع بعدی. تو. اینو اسمشو بگی هم الان امتیاز بهت میدم به جان بابا خودم این اگه همین اسکل بشناسی تو ونزدیه دیگه بابا. اینو ببین جونه مادر اگه اون نی ونزدی بابا کدوم کراش اسکلیه؟ بچه ها رو نمیشناسی بچه ها ببینید این چی آنا اولش چه دیارماسه؟ خواهی مالی میکرد بعد وقت کراشتون آنا دیارماس؟ خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی. بابا سیدنی سوینیه. آها من نمیشناسم ایشونو. خب این چند سالشه به خب. نظره؟ حاجی فکر میکنم نمیدونم چون اطلاعاتی این ازش یتیم. ندارم. من میگم 29 یعنی هم سن و سالمونه. تو مگه 29 سالته 28 سال و هندی خب، حالا. بالاخره سنی از من همون میگم گذشته. بهش بخوره منم همون حدودم، یعنی میخواستم بگم سن و سال خودم. آره دقیق خواستی 29 بگی 28 میخواستم بگم. خب حالا تو 28 30 حالا ما خواهیم مالبازی در بیاریم این دفعه. بریم ببینیم کونه کی به باد میره اینجا 76 هم سن خودمه. ای خدا بچه یه سال 76 کوچیک‌تره. با تو. 27 27 دیگه. سالشه تقریبا. برو داداشم بعدی. امینه. رفتیم بعدی. ماشاءالله. خب آقا امینه بزرگوار، اینم مثل همون پورنگ میمونه، هیچ اصلا پیر نمیشه. 20 سال. فقط ریشی که گذاشته یه ذره پیرش کردن اونم- صورتش همونه این خیلی ببین هم سن 2 سال اسنوپ داگ میخوره باشه. اسنوپ داگ سنش بالاه. میدونی اسنوپ داگ چرا 55 6 سال اینا تو اون حدودا. من میگم 46 نه بیشتره. از 46 بیشتر هرچی از 46 بیشتر بود دیگه من این معیار رو انتخاب از 46 میکنم. کمتر بود یعنی یه جوری از 46 کمتر بود تو فرمون دست شما. 51 50 تا اونجا حساب اه. کنید که دیگه آدم. بابا این قرنساق به من چه جوون مونده خود دیگه خار این زندگی رو من الان بهت چی گفتم؟ الان بهت چی میدونستم. گفتم ناشم اسنوپ کائنات. هم سن 2 ساله این میمونه. اون من هم میشناسمت به خب خاطر بگو این همین الان این انتخاب چند سالشه؟ کردم 54 حالا که اون 51 بود اون 60 این باید 60 باشه. بذار من 57 سه تا میشه وای. 57 ذهن منو ریدی توش هی 60 70 فلان آجی ریده تو خودش بذار من میخواد با مجازات ریاضیات نشه. خودم با این مغز خودم پیش برم چرت و پرت میگه برو 50 53 تا سال. اونجا تو باز نزدیکتری. هیچ کدوم نزدیکتر نیستیم ها، ولی خب باز تو من گفتم چند 57 انجام. لحظه 47 اومد تو ذهنم ریدم به خودم گفتم الان آجی یعنی داداشم لبرون استوتا جیمز. کوچیکتر از چیزه. از امینه این بده. اسنوپ اون موقع که چیز میکرد امینم تازه چیز میکرد. خب نفر بعدی آقای لبران جیمز. خیلی وقت از میادین بسکتبال دورم، میدونی که لبرون جیمز نه خودم یه چند وقت NBA کار کردم. آره. بغل دست لبران دو سه تا چند مقام باری- کشوری و یه چند باری باهاش بازی کردم. بدن خوبی داره میدونی. بعد جای خوبه دیگه نداره دیگه تو رخکن نرفتم باش. آها خوب پس. آره فقط وقتی تو زمین بود باش باش بازی میکردم. Stop it. Get some help. 43 من میگم 52 نه یا باید 44 بگم یا 42 من 44 میگم بچه ها خواهمال تو کامنت ها بذارید این آقا رو مشعشع کنید. خای مال. 41 ماشاءالله
اینا همه تو ایران بودن به قرآن الان یا معتاد بودن هیچ شغلی بابا نداشتن 40 سال خیلیه. الان بچه ها 10-60 الان چی گویی دارن میخورن اینا 60 هن دیگه 60 اونا به خدا خاله شادونه رو نگاه کن الان. بی ناموس دلغک. نفر بعدی خاله شادونه است. خاله دوران کودکی. اسطوره بچگی هامو دیدم. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. این خیلی بخوام فلسفی نگاه کنم به اون چینای بغل دماغ و اون این تازه عکس جوونیاشه، این تازه خیلی آره، دقت خیلی. نکن به مشکل میخوری. این زیر پلک و فلان و بیسار 47 میخوره. من فیکس میگم میخوره 42. جدی فیکس میخواستم بگم 40 ولی اینم باید 10-60 باشه قانونا ولی خب نمیدونم. 42. تو گفتی 47 آره 64 40 سال کلا. اگه آه، فیکس رو گفتم میگفتم 60. همینجا باید مجازات میشدی. اینقدر دقیق. من سن واقعیشونو بیا میگم. وای سلطان عشقتون وای. ببینیم. وای دیلتنج غروبه رو با کریم فردا همین جمع میریم رو با کریم عرق میخوریم. پیدایوس مزه میاری ماشین میاری عرق با تو هم فقط تجری نزن. فردا همین جمع رو با کریم. من نمیدونم بیام گم شو بابا. کیلیان مورفی نگاه طرفدار اسکول تو. نوکرتم. این همه ویدیو تو دیده، این همه بزرگواری. فیلم تو دیده، بعد نمیدونه چند سالته. تو میدونی؟ من که ندیدم ویدیوشو. تو الان داری اپیکی بلنده. هی داری میگی ویدیو حس بدی بهم دست میده. حالا فیلم سریال سریالشه. ویدیو یه ذره بده. من الان یه مدت دارم روی یوتیوب کار میکنم. همه راشش یوتیوبر میبینم دیگه. وگرنه 50 زنباله آره دیگه، داشت همون حدودا. بفهم. من میگم 49 که نسیخ بسوزه. میدونید که چیو بنویسید تو کامنت ها ها. بسته بچه میدونید ها. که چی بنویسید. کامنت ها رو میبندم. چی فکر کردی؟ 55 51 سالش. تو گفتی چند؟ 49 رو گفتم دیگه. باز داشتتون نزدیکتره و خیلی خوشحال شدم دیدمتون. ای بابا چرا اینا رو پشت سر هم میاری؟ بابا یکی از یکی. این البته یه ذره از چشمم افتاد تو پیکی بلایندرز. خیلی بی‌ناموس و خیانتکاره. I want him to acknowledge that his anger is unfucking justified. I want him to acknowledge that he who fights by the sword, he fucking dies by it, Tommy. خب آقای تام هاردی به نظر من اینم همون سن 2 سال میخوره. اینم سنش بالاه. یه سری از این ویدیوهاشو دیدم تو اینستاگرام. ریش میشه چون اینا سفید شده خیلی. آره الان چیز شده. همون 54-5 بهش میخوره. من میگه بیشتر از 50. آره تو میگی زیر 50. من میگم 50 دیگه. حالا اون بابا جمله گوزو. معروف رو من نویسید. اون موقع که من سن حدس میزدم تو داشتی با سن اینا اون بازی میکردی. 56 چقدر میشه 50 تا اونجا دوباره حساب کن. 2 سالم اون بعد 52 من 50 گفتم. اینو امتیاز نداره. یاسینا چرا زیپش بازه؟ زیپش بازه دکتر هوا بخوره دیگه. زیپش بازه یا اینکه دکمه نداره؟ اون زمان مود بود فکر کنم زیپا رو باز بذاری. نه احتمالا اون میله رو که از زیر تخت میارن اینجا جاسازی. اینجا به فشار اومده بود. حالا با این هیکل ورزیده تو فکر می‌کنی چند سالشه؟ میدونستی که همسرش یک خانم ایرانیه؟ در جریان بودی؟ اون ربطی به سن و سال نداره کلا. وقتی که یک زن ایرانی رو برای همسر انتخاب بکنی ناخودآگاه 20 سال میرسه. خانم‌های ایرانی تو کامنت. دست سوخته کسکش.
من میگم الان 20 سالشه، تو حساب کن 40 سال. میخوره 53 اینا دیگه. الان بازنشست شده داره. الان فکر نمی کنم دیگه چیز کنم. آره 53 اینا میخوره. من 48. اوکی اون معقوله. 47 8 56. حاجی چقدر دارک میشه آره. وقتی به ایران میزنه، به تاریخ تولد ایرانی میزنه، دوباره شمسی 50 میزنه. سال باید حساب کنی گوه. نه حالا ببین مثلا به شمسی که میزنه، من دارم میگم 56. ببین متولدین 56 و 57 تو ایران دارن چه کار میکنن. بعد وقت اون ببین تو آمریکا یا هر جای دنیا چی جوریه. مطلب حقی بود. ببین الان اینم 52 سالشه تقریبا دیگه. خب دیگه 47 8 قطعا بالای نمیرسه. 50 قطعا چیز نیست، قطعاً نزدیکتر نمیرسه نیست. به نه رفیق دوران کودکیت. عزیزم موج نگیر. پسرم موج نگیر. میبینی موج میگیره. عزیزم موج نگیر. الان موج نگیر. عزیزم موج نگیر. میشناسی؟ خانمو نمیشناسم حقیقت. آره منم نمیشناسم. آره کتمان میکنم. کی گذاشته اینو؟ دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی. عزیزم من یکی از خواهرای جنگ زدمونه، میدونی همیشه این وزیر راه و شهرسازی لبنانه اگه این نمیشناسی. همیشه برهنه میره، لباس نداره بخره. اگه دوست دارید کمکش کنید، لینک دونیشن رو میذاریم. آره. اون گوشیش هم آیفونه. راههای زیادی ساخته حالا. آره به تعداد چاهای انسان زیادی هم به باز تعداد کرده. انسان های یه سری چاه هم گرفته. بیشتر چاه تو ایران گرفته به خاطر این بانو. برای من حداقل این بود که یک مسیری بود، از مسیر هرگز نزدن به مسیر یه ذره با تعارف زدن به مسیر پشت سر هم زدن رسیدم. نمیدونم چجوری من ولی خب به نظر 53 سالش میخوره. بگذاریم 53 چا نصف اسیدایی که تو چاه هموم توالت میریزم به خاطر این بانوه. خب میگی 53 4 سالشه. سنش بالا 47. حالا میگیم 47 خیلی میگم بالای 50. نزدیک 40 41. من گفتم 47 71. یا ابوالفضل یا جیسس کراست. چند سال 30 و حاجی 3 من سال. 75 تو هم اگه از- میفهمی ناموسن. من اگه اونور بودم الان اولی فنز داشتم. تو اگه از 76 شروع میکردی به دادن ما الان اینجا نبودی. خیلی این کار کیریه تخمیه. و همکنون لحظه مجازات فرا رسیده دوستان من. روزی که منتظرش بودم. بیا این کارو نکن. با برادرتون خوب نباشید. تو این همه پیکی بلندر زیدی اسکول الان باید بگی نمیخواد بخوری بیا من مجازات میشم. نه اون فیلمه، اون ویدیوه. به قولی تو شما یوتیوبرها. بذار من ببینم کدوم امتحان کنم. نه بابا انتخابم داری. حالا آره. بچه ها لایک و سابت کنید ناموسن. آره من دارم اینجا از جون مایه میذارم و کون مایه میذارم. دستمو گذاشتم روی این کار، پامو گذاشتم، قلبمو گذاشتم، داغون شدم دیگه تو این کار. یه نه زندگی دارم، نه ماشینی، نه وسیله‌ای. خیلی این کار کیریه تخمیه. مجازات خاصی نیست، قرار ترشی و با شیرینی بخوره. چی کلا مجازات خاصی؟ سس کچاپ رو میخواد با این میده. های بای بخوره. من نمیدونم چه مزه‌ای ولی کنارش میخورم. فکر نکنه تنهاه دست نه دیگه سلام. ما حالا ما درست نمیگیم برادراتون رو بکنید دعا. دیگه من مجازات ولی شدم. دیگه نمیتونی از من جلو بزنی که جاتون خالی. گوزو با اختلاف یه دونه بردی دیگه. خیلی سس کار کچاپ خاصی واقعا نکردی. عالیه. زیاد برات بریزم حالشو ببری. این برای توه. برای خودم بود میگفتی یه چوسه بریزم. قبل از اینکه بریزی بهت گفتم دیگه ذهنت کودنه تقصیر من نیست که. اوه این با این الان جور در میاد. مزه سس رفت تو دهنم یه ذره. چیرز برو. پریروز خریدم بزنین. چیرز. خودمون. سلامتی بچه‌های توی کامنت ها.
سلامتی بی ملاقاتی ها. تو خوردی؟ من میذارمش کنار. مجازات نی حقیقت بخوای مجازات نی. مجازات باید شده الان تابستونه اینا به نظرم پاداشه. نه من احساس میکنم سرم داره گیج میره اصلا یه چیز. نه به نظرم مجازات نی حقیقت بخواد. خیلی تخمی بود. به 3 تاشو من دارم میخورم. نریز رو من دیگه. شما بچه‌ها لایک کنید، کامنت و سابسکرایب کنید. ما داریم اینا رو میخوریم که داره کار خودشو میکنه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. من که نره. مجازاتی ندیدم ولی خب دوستتون دارم. من زودتر برم که دیگه دارم بالا میارم. عشق منید. خداحافظ. مراقبت کنید. خداحافظ.